الله سبحانه و تعالی شکری بی حد، حمدی بی حد که باز یک سال دیگر مهلت داد و ما رو به ماه مبارک رمضان رسانید و از الله تعالی میپرسیم که توفیقی بندگی دهد تا این ماه را غنیمت دانیم و با طاعت و عبادات گذرانیم و الله سبحانه و تعالی برای هر یک ما و شما علم نافع و عمل صالح عطا بنماید و مشکلات مردم ما خاصتا و جمله مسلمان ها را الله تعالی آسان گرداند و به شخصان زندانی و اسیرهای و شخصانی که به بلاهای مصیبتهای و بیماریها گرفتارند آنها را هر چه زودتر رهایی از مشکلی ها برایشان نصیب روزی گرداند، گذشتگان مسلمان ها را رحمت و مغفرت گرداند و الله تعالی ما را از رحمتش و از نظر رحمت خویش دور نگرداند. الله اعلم. صلی الله وسلم علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه و اتباعه اجمعین.